سلام و درود خدمت تمام شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. ما باز هم در منطقه کابل هستیم، البته با سلسله تغییرات نسبی. دوستان عزیز، منطقه کابل تا اینجا رسیده، پرکاریش این قدر مانده، کلات بقیر آماده از دیگه قیر باید بندازه میشه. پرکاریش خلاص است، همچنان جویش کانکریت ریزیش خلاص شده. پشت سر پیشوی ما بند است که برن که من نشان بتم. این تو دوستان عزیز ختم است و البته پایه های برق پیش از پیش شانده شده، هم در اینجا هم در کوچه که سنگ فرش شده. یعنی پایه برقش از دوستان عزیز برقا چراغ، البته وای کلاین برق عبور میتن، نه چراغا، این قسم چراغا رو شاندن و البته به نظر من بسیار مقبول است دوستان عزیز. این میتونه که منطقه رو شبم زنده نگاه کنه و مردم میتونن حتی از طرف شب بیاین بخرید، دکان ها باز باشه و منطقه چراغان و چقدر زیبا است. ببینین پایه برق تازه شاندن و البته منطقه هم دوستان عزیز بیربار زیاد است، اما نسبت به ای که چاشت است و قدر زیاد نیست بیربارش. اینجا در کراچی از دوستان عزیز کسایی که مال میبرن و میخرن و میارن در دکانا کرا میگیرن. از کوچه سنگ فرش شده منطقه میبریم دوستان عزیز بیرون طرف پل باغ عمومی. ببینید چه حال از دوستان عزیز، ببینید چه حال از، چه قسم رابندی است، چه قسم بند است. ما باید پایین شویم، از اینجا رفتن نمیشه. سر صدا را خودتان میشنوید که برو باش برو علی سو با خبر. صبر یک دقیقه بیادر. مشکل برای این دوستان عزیز آمدیم در خور سرک منطقه بارش زیاد بود، دور بخوریم طرف کوچه منطقه یا بازار کابل جان. اینی پایه برق از دوستان عزیز، پایه برق شاندین، اینه بسیار بلند و زیبا و مقبول هستند دوستان عزیز. دیزاین معطلای عربی که تازه ساخت شده ازوار داره. کابل کم کم دیزاین سیاه و طلایی را به خود گرفته میره. این طرف هم ببینید، این طرف بیربار است، سابقش این خدا، این طرف هنوز نشاندین دوستان عزیز. همین یک طرف شاندن. باز این کوچه فکر کنم دو طرف شاندن دوستان. یک طرف این از این کوچه کارش خلاص است، آخر چراغاش مانده بود. این طرف دو طرف شاندن. ببینن دوستان عزیز چقدر زیبا و مقبول شده کوچه و دو طرف شاندن. هم در این طرف از این گروپ ها هست، هم در این طرف. هنوز هم چراغ ها و گروپ هاش نشوندن، یعنی کارش تکمیل نشده مکملا. تازه سرش کار کرده میرن. چه حال از دوستان عزیز، نزدیکی قربان است دیگه، حالا باز میوه فروشی ها پر میشه و در گزارش های ایدی حتما همراه ما باشین. ما براتون پوشش میتیم خریدای ایده، خریدایی که مردم دارن، لباسایی که میخرن دیگه، همه چیز مردم دیگه این وقت خرید است، لباس جور کردن است. تقریبا 2 هفته کمتر به عید مانده، به عید قربان یا عید سید اضحی دیگه، عید بزرگ مسلمان ها. مردم در حال خرید لباس هستن، خصوصا کسایی که تکه میگیرن و لباس جور شدگی نمیخرن، بلوز پتلون نمیخرن و امیال دیگه خریدای خود شروع کردین و میبرن که به خیاط بتن. این وقتا دیگه خیاط ها دوستان عزیز یک ذره مسخره بالا میگیرن چون وقتشان است. الحمدلله
گرمی از دوستان عزیز بسیار زیاد. یک دفعه همین نسیم سرد که در رویت میخوره یک عدسه میایه دفتن ریزش میکنی. این ظاهر شاهی مارکت دوستان عزیز، مارکت ظاهر شاهی است. به طرف هم حوزه اول امنیتی شهر کابل. بیربار هم میبینین دوستان عزیزی بینیال هست و این قدر بیربار است. کوشش کنیم کم کم خدا بکشیم و بریم طرف پل باغ عمومی. اما تا ده افغانان این دایره هم براتون میزنه دوستا. صدر بستابون بستی صدر بستابون بستی صدر بستابون. خب دوستان عزیز از این کوچه هم برآمدیم، اون طرفایش ماندن از کارش نشده، مقصد کار جریان داره دیگه. اونی هم بازار کابل جان اون شیشه ایران بالا میخوانیم گرمی به حد از دوستان عزیز بالا یادم تا ضعف میایه و دوزاری خود یک طرف بندازی. دوستان عزیز رسیدیم بالاخره به پل باغ عمومی. بیرون شدیم از مندهی که پل باغ عمومی تیمورشاهی بیربار است. اینی دیگه جالب از دوستا از مندهی که تیمورشاهی بیربار است. هرچی نباشه دیگه کلش یک بازار هستن دوستان عزیز، در یک منطقه یک بازار قدر فرق نمیکنه. هیچ از روی که تا فروشی ها نمیرم دوستان عزیز، چون که میفهم اون طرف هم از این بدتر بیربار است. اما تو رای خود از بغل وزارت مخابرات و اوانتوست نه همیتی می طرف هم بیربارش کم نیست و حتی بدتر از اون طرف است. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین و نظراتتون رو بر ما در بخش کامنت ها بنویسین. دیگه تا داره بعدی همه تون به الله متعال میسپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تون. بچه‌ش